این مرد بیله و بیل قراره به خاطر یکی از معروف ترین و پربیننده ترین برنامه‌های کل تاریخ تلویزیون آمریکا کشته شه. الان ماجرا رو مو به مو براتون تعریف میکنم. بیل یه مرد ساده است، توی یه خانواده نسبتاً سنتی بزرگ شده، فقط یه خواهر داره. البته چند سال پیش ازدواج کرده و بچه دار هم شده، اما در حال حاضر تنها زندگی میکنه. بیل 56 سالشه و یه مشکل خیلی خیلی بزرگ داره. بیل یه منحرفه. یعنی منحرف که چه عرض کنم، بیل در واقع بچه بازه و کلا کارش اینه که توی چت رومای مختلف بگرده، بچه‌ها و نوجوانای کم سن و سال پیدا کنه و شروع کنه باهاشون چت کردن و محتوای جنسی رد و بدل کردن. حالا یه روز مثل هر روز دیگه مشغول همین کار بوده که توی یه چت رومی با یه پسر 13 ساله آشنا میشه و بیل برنمیگرده به این پسر بگه که واقعا 56 سالشه. الکی به دروغ بهش میگه که همش 16 سالشه و اون پسر فکر میکرده داره با کسی صحبت میکنه که فقط 3 سال ازش بزرگتره، نه یه مرد مسن 56 ساله. و اوایل محتوای چتشون این بوده که صرفاً با هم دیگه پیام رد و بدل میکردن، جوک میفرستادن، میم میفرستادن. از دیگه جایی به بعد بیل شروع میکنه برای این بچه عکسای جنسی فرستادن و از اونم میخواسته که در جواب اینجور عکسایی براش بفرسته و هرچی که جلوتر میرفته محتوای چتشون جنسی‌تر و جنسی‌تر میشده و از یه جایی به بعد بیل ماجرا رو یه جوری جلو میبره که انگار این دوتا مثلا با هم دیگه توی یه رابطه عاشقانه و جنسی هن. تصورشو کنید، یه مرد 56 ساله با یه بچه 13 ساله. حالا یه نکته خیلی جالب راجع به این بچه 13 ساله وجود داره، اینکه اون اصلا 13 سالش نیست، در واقع اصلا حتی بچه نیست، بلکه یه فرد کاملا بالغه که برای یک گروه سایبری کار میکنه و کار این گروه سایبری این بوده که با پروفایل فیک بچه و نوجوان توی دنیای مجازی میچرخیدن و کسایی که میامدن به اینا پیام‌های جنسی میدادن، پیشنهادهای شرم‌آور میدادن یا هر چیزی از این قبیل رو علیهشون مدرک جمع میکردن، باهاشون چت میکردن که اونا عکس بیشتری براشون بفرستن، مدرکی بیشتری بدن دستشون و بعد از یه مدت این مدارکی که علیه اون فرد جمع کرده بودن رو میبردن، حالا یا تحویل پلیس میدادن یا اقدام قانونی علیهشون انجام میدادن یا یه جوری رسواشون میکردن و اینجور کارا. خلاصه هدف و مأموریت این گروه سایبری این بوده و الان بیل ماهاست که توی دام این گروه سایبری افتاده، اما حتی روحش هم خبر نداره. این گروه سایبری به تازگی شروع کرده بودن همکاری کردن با یه شوی تلویزیونی خیلی خیلی معروف توی آمریکا. اسم این شو To Catch a Predator یا همون به دام انداختن متجاوز بوده و هم تهیه کننده و هم کارگردان این برنامه این آقا یعنی کریس هانسن بوده و موضوع کلی برنامه این بود که دقیقاً عین اون کاری که اون گروه سایبریه میکردن، دقیقاً همون شکلی بچه بازار رو شناسایی میکردن، با اکانتای فیک بچه و نوجوان باهاشون چت میکردن. بعد از یه مدت که علیهشون مدارک کافی جمع کردن، باهاشون قرار ملاقات حضوری میذاشتن. ملاقات حضوری برای انجام دادن کارهای جنسی و یه لوکیشن برای این ملاقات در نظر میگرفتن و با هم هماهنگ میکردن و بعدش اون بچه بازی که احساس میکرده با ما تحت افتاده توی عسل و میرفته اونجا به فکر اینکه آخ جون الان میتونه به یه بچه تجاوز کنه، یهو در باز میشده و به جای بچه کریس هانسن با کل تیم فیلمبرداریش یهو می اومدن رو سر طرف آوار می شدن و قسمت‌های رسوا شدن اینا واقعا باحاله، یعنی واقعا نگاه کردنش لذت بخشه. و کریس این نبوده که صرفا بره رو سرشون ازشون فیلم بگیره رسواشون کنه ها، نه، ولشون نمی‌کرده، قشنگ همونجا وای میستاده، شروع می‌کرده با طرف مصاحبه کردن، ازش سوال پرسیدن و یه اپیزود درست حسابی کامل از روی هر کدوم از اینا میساخته. همچنین این شو همکاری مستقیم با پلیس داشته و بعد از اینی که اینا برنامه‌شون رو ساختن، تمام اون مدارکی که جمع کردن رو تحویل پلیس هم میدادن و پلیس میرفته و اون بچه باز مورد نظر رو دستگیر میکرده. و این برنامه همونطور که گفتم خیلی خیلی معروف و محبوب بوده. توی تگزاس ضبط میشده ولی خب تمام مردم آمریکا میشستن نگاش میکردن. میگن محبوبیتش به حدی بوده که اون روزی از هفته و اون ساعتی که این برنامه قرار بوده پخشه، شبکه‌های دیگه سعی میکردن برنامه‌های مهمشون رو اون ساعت و اون روز نذارن، چون میدونستن کسی دیگه اونا رو نگاه نمیکنه. همه پای شوی کریس هانسن نشستن و حالا تیم To Catch a Predator دقیقاً میخوان بلایی که سر تمام اون بچه بازایی که تا الان ازشون برنامه ساخته بودن رو سر بیل بیارن و قرار بیل هم موضوع یک قسمت کامل از این برنامه بشه. و الان اون تیم سایبری که اول ویدیو گفتیم
چند ماهی شده که دارن با بیل چت میکنن و به نظر میاد که به اندازه کافی مدارک علیهش جمع کردن. به خاطر همین کریس هانسن یه بازیگر انتخاب میکنه که بیاد با صدای بچگونه صحبت کنه و برای اولین بار با بیل تماس بگیره که اینا اولین مکالمه تلفنیشون رو داشته باشن و طی اون مکالمه یه جوری این با بیل قرار ملاقات حضوری بذاره. با بیل تماس میگیره، اینا شروع میکنن صحبت کردن، صحبتاشون کماکان محتوای کاملا جنسی داره و تیم کریس هانسن هم همه کنار اون بازیگر نشستن و دارن همه چی رو ضبط میکنن و یه قسمتایی از این مکالمه رو براتون پخش میکنم. Are you gonna come over? Is it okay? Yeah, Are you sure? totally. And what do you want to do? Whatever you'd like to do. و بعدش هم شروع میکنن صحبت کردن راجع به کارهایی که قراره وقتی همدیگر رو دیدن با همدیگه انجام بدن و من این وایس رو کامل گوش کردم و واسه توصیفش فقط میتونم بگم که در یک کلام حالم به هم خورد. در نهایت طی همون تماس تلفنی بیل قبول میکنه که اینا با همدیگه ملاقات داشته باشن و همدیگه رو از نزدیک ببینن و بعدش هم اون کارهایی که مد نظر بیل بوده رو انجام بدن. اما روز ملاقات فرا میرسه و به طرز عجیبی هیچ خبری از بیل نبوده. کل تیم سعی میکنن که یه جوری بیل رو اونجا بکشونن سر قرار، اما فایده ای نداشته. انگار بیل رسما ناپدید شده بوده. نه جواب تلفن‌هاشو میداده، نه دیگه جواب پیاما رو میداده، نه خودش پیامی میفرستاده. اصلا انگار هرگز بیل با این اکانت هیچ ارتباطی نداشته و همه خیلی اعصابشون خورد بود. میدونی چند ماه روی پروژه بیل وقت گذاشته بودن و الان بیل نبودش و هیچ کس نمیدونست جریان چیه. کسی بهش خبر داده که میخوان باهاش چیکار کنن؟ خودش حدس زده که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ترسیده؟ به راه راست هدایت شده؟ چی شده یهویی؟ هیچ کس نمیدونست. و اینجا واقعا جا داشت که کریس هانسن و تیمش بگن خب بیخیال. حالا درسته روش کلی زمان سپری کردیم ولی قطعی متجاوز و بچه باز که نیومده. خب مینیم از روی یه نفر دیگه برنامه میسازیم. ولی نمیتونستن این کارو کنن. به هیچ وجه نمیتونستن از خیر بیل بگذرن و دلیلش هم یه نکته‌ای بوده که من هنوز راجع به بیل بهتون نگفتم. بیل یه شهروند معمولی نبود. بیل دادستان کل شهر بود و به تازگی هم به این مقام و منصب نرسیده بوده. بیل 20 سال بود که توی تگزاس دادستان کل بود و طی این 20 سال کاریش خودش دادگاه صدها نفر بچه باز و دادستانی کرده بود و باعث شده بود که اینا بیفتن زندان. و حالا تصور کنید برنامه‌ای که همین الان موضوعش تا این حد جنجالیه بخواد دادستان کل شهر رو رسوا کنه و کریس هانسن و کل تیمش مطمئن بودن که این قسمت از برنامه پربیننده ترین قسمت کل تاریخ برنامهشون قراره بشه. بنابراین به تلاششون برای راضی کردن بیل به اومدن سر قرار ادامه میدن. بیشتر پیام میفرستن، بیشتر تلفن میزنن، اما بیل به هیچ وجه وا نمیده. و خب اگه بیل نیاد سر قرار، اینا چجوری با دوربین و میکروفون برن رو سرش رو رسواش کنن و پربیننده ترین قسمت برنامهشون رو بسازن؟ انگار کل نقشه شکست خورده بود و بیل هم از این قضیه جون سالم به در برده بود. تا اینکه کریس هانسن وقتی که میبینه هیچ کاری از دستش بر نمیاد و بیل وابده نیست، یه تصمیمی میگیره که حداقل از نظر من یه جورایی طمع میکنه. چون میره پیش پلیسا و تمام مدارکی که این چند ماه علیه بیل جمع کردن رو هم با خودش میبره و بهشون میگه که ببینید موثق‌ترین مدارک ممکن رو علیه دادستان کل شهر براتون جور کردم و الان میتونید برید دستگیرش کنید. در عوضش فقط یه چیز ازتون میخوام، این که وقتی که برای دستگیری بیل میرید اجازه بدید من و تیم فیلمبرداری هم بیایم و از تمام مراحل دستگیری بیل برای برنامه‌مون فیلمبرداری کنیم. و پلیسا که قبل از اون هم با کریس هانسن همکاری کرده بودن و یه جورایی حتی الان دوست هم دیگه بودن، فوراً قبول میکنن، با هم دیگه این قرار رو میذارن و فردا صبح زود حکم جلب بیل آماده بوده. تیم فیلمبرداری کریس هانسن زودتر از پلیسا خودشون رو میرسونن سر صحنه و شروع میکنن از اطراف فیلم برداری کردن. حالا طبق چیزی که خودشون بعدها مدعی میشن، حسابی داشتن این کار رو زیر پوستی انجام میدادن و اصلا هم جلب توجه نمیکردن. اما طبق فیلمایی که الان نشونتون میدم، از نظر من یه نفر که اصلا کارشون زیر پوستی به نظر نمیاد. یعنی نگاه کنید چقدر بی احتیاط دارن از جلوی پنجره ها رد میشن، اطراف پخش شدن. و خب کیه که متوجه یه تیم کامل صدا برداری و فیلم برداری توی حیات خونه خودش نشه؟ اما در هر حال اونا به کارشون ادامه میدن. بعد از اونا پلیس میرسن و پلیس تعداد نیروی خیلی زیادی با خودش آورده و میرن شروع میکنن به در زدن. و اینطوری بوده که داشتن داد میزدن اداره پلیس درو باز کن، ما حکم جلب تو داریم. اما هر چی که در میزدن کسی درو باز نمیکرده. یکی از افسرهای پلیس
میره و از یکی از پنجره ها که یک کوچولو پردش کنار بوده داخل رو نگاه میکنه و متوجه میشه که یک کامپیوتر و یک تلویزیون و همچنین چند تا دونه لامپ توی خونه روشنن و اینجا متوجه میشن که بیل 100% خونه است، به خصوص که توی این مرحله از زندگیش تنها داشته زندگی میکرده. پس به خاطر همین پلیسا میرن نیروهای ویژه رو خبر میکنن و نیروهای ویژه میان و به زور در رو باز میکنن و وارد خونه میشن و همین که وارد میشن بیل رو پیدا میکنن که وسط اتاق نشیمن خونه خودش وایستاده بوده و یه اسلحه توی دستش بوده. اما قبل از اینکه پلیسا فرصت کنن هیچ کاری کنن، بدو میره توی یکی از اتاقا، در رو پشت سرش میبنده و داد میزنه نمیخوام به کسی آسیبی بزنم. بعد اسلحه رو میذاره روی جمجمه خودش، ماشه رو میکشه و به زندگیش پایان میده. بیل کنراد در جا از دنیا میره و خبر این اتفاق خیلی زود مثل یه بمب هسته‌ای میترکه. تمام رسانه‌های آمریکا، تمام روزنامه‌ها، تمام مردم فقط داشتن راجع به همین حرف میزدن و این وسط خیلی‌ها به شدت از دست کریس هانسن و برنامه‌اش عصبانی بودن و به شدت داشتن ازش انتقاد میکردن. همه میگفتن که یعنی چی؟ به خاطر یه برنامه یه نفر مرده؟ به خاطر یه برنامه یه نفر خودکشی کرده؟ و خیلی داشتن به کریس و برنامهش انتقاد میکردن که تو به خاطر ویوهات و به خاطر امتیاز برنامهت ظاهرا اون خط مشی که اوایل داشتی که اجرای عدالت و اخلاقیات و همه اینا بوده رو کلا فراموش کردی. و دقیقاً وسط تمام این توجه منفی و این حجم از نقد کریس هانسن میاد و قسمت کامل برنامه بیل رو از تلویزیون پخش میکنه و قسمت کامل از اتفاقات چند ماه پیشش، آشناییش با اون اکانت فیک که مثلا یه بچه بوده، تمام پیامایی که رد و بدل کرده بودن، تمام عکسای جنسی که برای این بچه فرستاده بود، اون مکالمه تلفنی که ضبط کرده بودن رو توش ضبط میکنن و در آخر هم فیلم دستگیریش و خودکشیش رو هم آخر اون قسمت میذارن و همه چیز دقیقاً طبق انتظاراتی که کریس هانسن و تیمش داشتن پیش میره. این قسمت واقعا تبدیل به پربیننده ترین قسمت تاریخ این برنامه میشه، چون میدونید با اینکه مردم خیلی از اتفاقی که افتاده عصبانی بودن، اما همه کنجکاو بودن که ببینن جریان چیه، چون صرفا ماجرا رو شنیده بودن، هیچکی به چشم ندیده بود. که این قسمت تبدیل به یه موفقیت واقعی تلویزیونی میشه، اما از اون طرف انتقادا کماکان پابرجا بودن. حالا کنار تمام این نقدها، یهو دادستانی تگزاس میاد اعلام میکنه که از این به بعد هیچ کدوم از مجرمایی که توسط برنامه کریس هانسن بهش معرفی میشن رو دادستانی نخواهد کرد. نه فقط به خاطر اتفاقی که برای بیل افتاده بود، بلکه به خاطر اینکه ظاهرا توی کیس‌های اخیر مدارکی که کریس هانسن علیه این آدم‌ها به اداره پلیس و دادستانی تحویل داده بود اصلا قابل استناد نبودن. و خب این اتفاق خیلی بدی برای برنامه کریس هانسن بود. میدونید تمام اعتبار برنامه‌اش رو از این همکاری مستقیمش با دادستانی و پلیس میگرفت و اینکه الان حمایت اونا رو از دست داده یه جور پسرفت کاری براش حساب میشده. حالا وسط تمام اینها یه نفرم میاد و ازش شکایت میکنه و اون فرد این زنه، پاتریشیا کانراد، خواهر خونی بیل. و همونطور که قابل حدسه، پاتریشیا بی نهایت از کل این ماجرا ناراحت بوده. به غیر از اینی که برای برادرش عزادار و دلتنگ بوده، الان همه داشتن به برادرش به چشم یه بچه باز نگاه میکردن. برنامه برادرش که شامل صحنه‌های منتهی به خودکشیش میشده از تلویزیون پخش شده و همه جوره از دست این تیم عصبانیه و پاتریشیا میره بهترین وکیلای ممکن رو میگیره و نمیاد از برنامه تو کچ اپردیتر شکایت کنه، بلکه میره سراغ گندشون، میره مستقیم از شبکه NBC یونیورسال شکایت میکنه و مبلغ غرامتی که وکلای پاتریشیا در نظر گرفته بودن 105 میلیون دلار بوده. 105 میلیون دلار. توی دادگاه پاتریشیا مدعی میشه که زندگی برادرش صرفاً به خاطر چند تا بازدید تلویزیونی ازش گرفته شده و همچنین معتقد بوده که پلیس صرفاً به خاطر یه شوی تلویزیونی به اون طرز غیر حرفه‌ای برای دستگیری برادرش رفته بودن و همچنین توی تامین امنیتش موقع دستگیری شکست خورده بودن، وگرنه برادرش موفق نمیشد که خودکشی کنه. و همچنین یه توصیف جالبی نسبت به اعضای تیم تو کچ اپردیتر داره که ازشون با عنوان آدمایی که خودشون رو همزمان دادستان،
هیئت جوری و اجرا کننده حکم میدونن یاد میکنه. To fight as hard and as long as I can to prevent other people from becoming victims of such reckless actions as those taken by your employees, which were set in motion by a self-appointed group acting as judge, jury, and executioner. دادگاه چند ماهی طول میکشه و در نهایت وکلای شبکه NBC یونیورسال میان با وکلای پاتریشیا پشت درای بسته مذاکره میکنن و پاتریشیا قبول میکنه که در ازای قبول کردن یه مبلغی از شکایتش دست بکشه. 105 میلیون دلار رو بهش نمیدن، اما تخمین زده میشه که یه چیزی بالای 10-20 میلیون دلار گرفته. بالاخره توی سال 2010 شبکه NBC یونیورسال برنامه تو کچ پردیتر رو به خاطر تمام مشکلاتی که تا الان براشون به بار آورده بود برای همیشه کنسل میکنه. و خب نمیدونم، ما که آمریکایی نیستیم، ولی ظاهرا مردم خیلی ناراحت بودن و حتی کلی پتیشن و امضا جمع میکنن که این برنامه دوباره روی آنتن برگرده، اما فایده‌ای نداشته و تا به امروز این برنامه هنوز توی حالت کنسل باقی مونده. راستش به نظر منم شو واقعا خوبی بود، ولی کاشکی واقعا اون خط مشی اخلاقیات و عدالتی که از اول داشتن رو دنبال میکردن و آخرش اینجوری نمیشد. فقط و فقط یه چیز تو این ماجرا درک نمیکنم، اونم این که این وسط پاتریشیا چرا میلیونر شد. ما نمیدونیم. من فریام، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. اگه دوستش داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. لطفاً حسابی مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.